در ادامه ابتدا میایم با تنظیمات مربوط به پنجره کلش آشنا میشیم، چون تغییراتی که میخوایم اینجا انجام بدیم یه سری تنظیمات گلوبال و سراسری هم داریم که اینجا انجام میدیم. بهتر هستش که ابتدا اینها رو هم بدونیم. شما برای اینکه به این پنجره دسترسی داشته باشید میتونید پنجره آپشن ادیتور رو باز بکنید در قسمت تولز کلش دتکتیو. در این قسمت تنظیمات رو دارید. دقت بکنید اگر گزینه‌ها یه تبایی مثل بیم 360 رو اگر نیاز ندارید میتونید از قسمت جنرال و اینجا بیم 360 اینیبلش رو بردارین که دیگه اینجا نشون نده، اذیت نشید. خیلی خوب، من فعلا اینو اوکی میکنم. ببینید الان رفت. مجدد میام از این قسمت آپشنز و کلش دتکتیو. حالا از این گزینه بالا یکی یکی توضیح میدیم. گزینه اول ویو این کانتکست زوم دیوریشن است که روی 1 ثانیه است. حالا من میتونم این رو کلا رو دیفالت در نظر بگیرم، اگه قبلا تغییری انجام دادم ریست بشه که ریست شد. گفتیم گزینه اول ویو این کانتکست زوم دیوریشن است. این گزینه ببینید مربوط به این بخشه. اگر شما در پنجره قسمت ریزالت در تب ریزالت این پنل دیسپلی ستینگ رو باز بکنید، بخش اینجا داریم به اسم ویو کانتکست اینجا، و روی ویو من کلیک بکنم ببینید الان من این کلش رو دارم میبینم. درست؟ خب نمیدونم کجای پروژه هستش. خب بعضی مواقع پیش میاد که من نیاز دارم که هر کدوم از این کلش ها رو که انتخاب میکنم من این تیکم برمیدارم که فعلا مثل پیشورز باشه و ببینید مثلا من دور اینجا نمیدونیم این کجای پروژه است، بنابراین باید روی ویو کلیک بکنیم. این یک زوم اوت میشه و بعد زوم این میشه. حالا اینکه چقدر زوم این و زوم اوت باشد، یعنی مدت زمان زوم این و زوم اوت اینجا کنترل میشه. مثلا من میتونم بگم 5 ثانیه. پس این قسمت ویو این کانتکست زوم دیوریشن میشه اون مدت زمان زوم این و زوم اوت. اوکی میکنم. اگه الان من رو ویو کلیک کنم 5 ثانیه اینجا طول میکشه تا زوم اوت بشه برسه به حالت اول. بعد دوباره 5 ثانیه طول میکشه برگرده به همون نقطه‌ای که بوده. دوباره برگردم این قسمت. پس این مدت زوم این و زوم اوت رو داره میگه، یعنی زوم این خودش 5 ثانیه، زوم اوت هم 5 ثانیه، مجموع میشه 10 ثانیه. من فعلا میذارم رو 2 ثانیه. و قسمت پایین ویو این کانتکست پاوز، وقتی زوم اوت میشه یعنی میاد رو حالت اول و بعد میخواد زوم این بشه دوباره، یه تایمی طول میکشه اونجا بمونه پاوز بشه. اون تایم رو اینجا بهش میدیم. مثلا میگه 5 ثانیه پاوز باشه و بعد دوباره زوم این بشه، یعنی 2 ثانیه الان طول میکشه زوم اوت بشه، 5 ثانیه پاوز میشه در اون حالت در واقع اول و بعد دوباره 2 ثانیه طول میکشه زوم این بشه. اوکی میکنم. نگاه کنید الان من روی ویو که کلیک بکنم حالت اول هستش دیگه. درست؟ میذارم رو همین اول بذار باشه. روی ویو کلیک کن 2 ثانیه طول میکشه زوم اوت بشه، اینجا 5 ثانیه الان میمونه و بعد دوباره 2 ثانیه طول میکشه زوم این بشه. این تنظیمات دوتا مربوط به این بخش بس هست. خیلی گزینه جالبه. اینو میذارم فعلا 2، این میذارم روی 1. گزینه پایین Animated Transition Duration روی 2 هستش پیش‌فرض. این کدوم بخش رو کنترل میکنه؟ ببینید شما هر کدوم از این کلش هایی که پیش‌فرض نرم افزار بار اول که نصب بکنید کلیک کنید جام میشه، یعنی پرش میکنه روی اون تداخلات. اما در این قسمت دیسپلی یک گزینه ما داریم به اسم Animate Transition، یعنی اگه این تیک رو فعال بکنید رو هر کدوم از این کلش ها کلیک کنید این یک زوم اوت میشه دوباره زوم این میشه که شما بدونید از چه موقعیت یا مختصاتی وارد چه مختصاتی داری میشید یا از کدوم بخش از پروژه وارد کدوم بخش داری میشید که یک دید بهتری بهتون میده. اوکی. حالا اینکه چقدر بازه زمانی طول بکشه این از این کلش مثلا کلش 2 به کلش 3 در واقع جابجا بشه یا منتقل بشه اینجا مشخص میکنیم. به عنوان مثال من میتونم بگم 5 ثانیه طول بکشه. این هم به ثانیه هستن دوستان. میام اینجا نگاه کنید. میام اینجا 5 ثانیه طول میشه. با وضوح بهتری میتونیم ببینیم. البته همه اینها به نوع کارتون هم بستگی داره دیگه. پیش‌فرض مقادیری که مثلا ما اینجا داریم روی 1 1 2، من پوز رو روی 2 در نظر میگیرم و این رو روی 3 در نظر میگیرم. گزینه پایین دیمینگ ترانسپرنسی هست که با کمک این اسلایدر شما میتونید میزان شفافیت عناصری که در این تداخل انتخاب شده تو نیستن رو کنترل بکنید، یعنی خارج از اون کلشتون هست. به این صورت می‌بینیم شدت رو کم و زیاد بکنیم. من روی مقدار 95 صدم در نظر میگیرم. بین
اینجا نیم تا 1 میتونید مقدارش رو تغییر بدید. قسمت پایین use wireframe for transparency dimming هستش. میگه آیا این حالتایی که ترانسپرنسی شده آیا میخواد حالت اون وایر یا خطوط رو ببینید یا نه؟ اگه این تیکو بردارید نشون نمیده خطوط رو، فقط عناصر رو به صورت ترانسپرنسی نشون میده. من فعلا تیکو میزنم که درک بهتری داشته باشم، اما توی پروژه های شخصی معمولا این تیکو برمیدارم چون من اینجوری راحت تر میتونم بررسی کنم. گزینه پایینتر آتو زوم دیستنس فاکتور هست که بین 1 تا 4 میتونید ادیت بکنید. عدد پیش‌فرض 2. این گزینه میاد چیکار میکنه؟ میگه وقتی شما از یک کلشی به یک کلش دیگه ای دارین جابجا میشید، خب یک مقداری نگاه کن زوم میشه. حالا من این تیک انیمیت ترانزیشن رو برمیدارم که فعلا خیلی سریع جام بشه. نگاه کن یک میزانی زوم میشه. این مقدار زوم شدن رو اینجا کنترل میکنید که بین 1 و 4 گفتیم جابجا میشه و عدد 1 حد اکثر بزرگنمایی هست و عدد 4 حداقل بزرگنمایی. یعنی اگر من روی 1 در نظر بگیرم اوکی و بیام اینجا نگاه کنید خیلی زوم میشه. نگاه کنید که در عناصری که بزرگن و تداخل دارن ممکنه این مقدار زوم زیادی شما متوجه در کامل این بخش نشید و میخواین یکم دورتر اینو ببینید. پس میام این قسمت مثلا میذارم فعلا 4. نگاه کنید ببینید چقدر دورتر شد. اما عدد پیش‌فرض روی 2، من روی 1.5 در نظر میگیرم. اوکی حالا ببینید میشه به این صورت. بنابراین یک گزینه خیلی جالب و کاربردی هستش که و بهتر اینها رو ما انجام. گزینه بعدی Organize Image into Subfolder که خودش هم گفته پیشنهادی. منظورش اینه که بهتر که حتما تیکشو بزنید. منظورش اینه که اگر شما اومدین بعداً از این قسمت ریپورت خروجی HTML گرفتید، خروجی HTML یه فایل HTML میسازه و یک پوشه هم میسازه که تصاویر داخل اون پوشه ذخیره میشه بسیار مجزا. میگه اگر اون فایل HTML دیلیت شد، اون پوشه که ایمیج آن داخلش هست به صورت خودکار حذف بشه یا توسط ویندوز حذف میشه که بهتر تیکشو بزنید. گزینه پایین‌تر هم شیر بیتفن پراجکت هستش که مربوط به قوانین هست که اینجا مشخص می‌کنیم. میتونیم با فرمت NWF و NWD قابل دسترس باشه. گزینه آخرم اگر تیک رو بزنید به این معنی هستش که زمانی که شما دارین از قسمت سلکت ران میکنید از تمام توانایی سی پی تون استفاده میکنه که این پردازش سریعتر و دقیقتر انجام بشه. و گزینه بعدی آخر اینجا کاستوم هایلایت کالر هست. رنگ هایی رو که اینجا ما میبینیم سلکشن A و B که آیتم 1 با چه رنگی، آیتم 2 با چه رنگی باشه. در واقع این سلکشن A، این سلکشن B. اینجا میتونیم این کارها رو انجام بدیم و این تنظیمات رو بر اساس نیازتون انجام بدین که در ادامه ما بتونیم راجع به این پنجره کامل توضیح بدیم.